دستبرد به خونه ستاره جوان سویا. کابوس گواردیولا بالاخره تمام شد. جزئیات قرارداد جدید ستاره بایر مونیخ. دیشب هفته 19 از دست رقابت‌های لالیگا بازی رئال و اتلتیکو بیلبائو بودش که رئالیا میتونستن با برد در صدر جدول قرار بگیرن، البته به شرط اینکه بازی بعدیشون رو هم میبردن، ولی ظاهرا شانس رئالیا نبود که بتونن در زمین اتلتیکو پیروز بشن. گل اول تیم بیلبائو دقیقه 53، اما دقیقه 68 پنالتی برای رئالیا به دست میاد که دوباره امباپه برای دوباره متوالی پنالتی خراب میکنه، اما دقیقه 10 بیلینگام گل تساوی تیمش رو به ثمر میرسونه و همه منتظر بودن که رئال مثل همیشه کامبک بزنه، ولی روی اشتباهی والورده که هیچکی فکرشو نمیکرد، گورکا گوروزتا قدر موقعیت رو دونست و دقیقه 80 با یک بغل پای مطمئن تیمشو به برد در این بازی رسوند و الان رئال به اختلاف 4 امتیاز با بارساست. پریشب برخلاف رئال بارسایا تونستن بعد 3 هفته در لالیگا طعم پیروزی رو بچشن. مایورکا با 5 گل و 1 گل خورده مغلوب آب اناریا شد. دیداری که لواندوفسکی آقای گل لالیگا روی نیمکت بود. هانسی فلیک هم اشاره کرد که میخواسته به لواندوفسکی استراحت بده. خلاصه 2 گل رافینیا، تورس و دیانگ و ویکتور هر کدوم 1 گل به ثمر رسوندن. همچنین فیلیک گفت خوشحالم ماه نحس نوامبر تمام شدش. حالا اون بعد در هفته 14 لیگ برتر انگلیس اتفاقای عجیب و غریب توش کم نبود. بازی سیتی و ناتینگهام فارست که بالاخره کابوس گواردیولا تمام شد. توی این دیدار سیتیزن ها تونستن با نتیجه 3-0 3 امتیاز این دیدار رو به دست بیارن. حالا جالبی اینجاست که گل اولو برناردو سیلوا دقیقه 8 روی پاس گل دیبروینه میزنه، خود دیبروینه دقیقه 31 روی پاس دوکو گل دوم تیمشو به ثمر میرسونه و نیمه دوم دوکو با پاس گل هالند گلزنی کردش. سیتی در حال حاضر در جایگاه دوم رقابت‌ها قرار داره. بالاخره نیوکاسلیا جلوی شاگردای اسلات رو گرفتن. لیورپول 2 بار در جریان بازی از نیوکاسل عقب افتاد، اما با درخشش محمد صلاح بازی تا دقیقه 89 3-2 به نفع لیورپول بود، تا اینکه روی ضربه ایستگاهی و اشتباهی دروازه‌بان کاپیتان این تیم فابیان شار گل تساوی این دیدار رو زد تا توی خونه خودشون بتونن از شاگردان اسلات امتیاز بگیرن. اسلات بعد بازی گفت که لحظاتی در نیمه اول بود که فکر می‌کردم کسر 1 امتیاز هم در زمین نیوکاسل نتیجه خوبیه. حساس ترین دیدار هفته 14 لیگ برتر انگلیس آرسنال و یونایتد بود که در ورزشگاه امارات مقابل هم سفارایی کردند. نیمه اول بازی گلی نداشت، اما کورنرهای مرگبار توپچی‌ها در نیمه دوم باعث شد تا آرسنال با نتیجه 2-0 برنده میدون بشن و اولین شکست آمورین به دست آرتتا رقم بخوره. بعد بازی هم آرتتا در مصاحبه گفت یک شب خاص در لندن و فکر میکنم شایستگی رسیدن به پیروزی و 3 امتیاز رو داشتیم. خبر خوب برای بایرنیا، جمال موسیالا یکی از ستاره جوان آینده‌دار فوتبال آلمانه. ظاهرا مذاکرات این بازیکن با بایرن توافقات لازم رسیده. یکی از خبرنگارای سرشناس فوتبال آلمان گفتش که در این قرارداد سالی 25 میلیون یورو دریافت میکنه، اما هنوز مدت قراردادش مشخص نشده. همچنین تایید کرده که این قرارداد به زودی امضا میشه و به صورت رسمی اعلام میشه. والنتین بارکو بازیکن سویا شب گذشته با نامزدش به خونه برمیگردن و یه اتفاق ناخوشایند مواجه میشن. اونا خونه خودشون رو مورد سرقت دیدن. در این شگفتی دقایقی بعد متوجه شدن که سارقین تنها چند لحظه قبل از ورودشون خونه رو ترک کرده بودن. زده بارکو یه استوری در شبکه‌های اجتماعیش منتشر کرد. اون در اولین استوری اینستاگرامش نوشت به خونه برگردی و اینطور غارت شده ببینیم. به کشوری پر از امید بیای و حتی نتونی در آرامش باشید. همه چیز خیلی عجیبه. به سایتون هم اعتماد نکنید. دوستای فوتبالی خیلی سپاسگزارم که تا آخر ویدیو همراهیم کردید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و کامنت رو فراموش نکنید و اینکه اگر به دنبال اخبار و حواشی روز دنیای فوتبال هستین کانالمو دنبال کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدیدی که آپلود میشه مطلع بشید. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بالا سر میسپارم.